برو بریم. خوش اومدیم به یه قسمت دیگه از مستند ماجراهای من، از قبل زن روز، وسط زن روز، بعد زن روز. موضوع این قسمت استایلیست. سلام بچه، حالتون چطوره؟ اول یه سلام میکنم به سابسکرایبرای تو. خیلی خوشحالم که امروز با هم هستیم. خیلی خوش و امیدوارم که یه ویدیو مفید و خوب داشته باشیم. یه سری چیزا به نظر من آیلین باید همیشه روشن بشه. آفرین. اگه روشن نشه دیگه واسه همه یه سوال، علامت سوال گنگ میمونه. افشاگری، شفاف سازی. آره لازم بود که امروز در مورد این صحبت کنیم. خب پس بریم ما هم دیگه ببینیم که روزی که من رفتم پیش نادیا و یه سری لباسا و یه سری آیتما رو ازش گرفتم ولی خودم رفتم اون آیتما رو استایل کردم چه شکلی گذشت. بریم ببینیم. وای یه ویدیو گرفتم و فهمیدم که اصلا ویدیو اشتباه بوده، کلا روی ریلز بوده. آقا سلام، چطوری؟ دوباره توضیح بدم ازم. من دارم خیلی فست عجله‌ای حاضر میشم و خیلی کم زمان دارم و واقعا تا حالا تو زندگیم اینقدر با سرعت این همه کار رو انجام نداده بودم. امروز روزیه که میخوام برم پیش نادیا یکی از دوستای صمیمی و خوب منه که از شرکت کننده های برنامه ایشته بنیم استیلیم توی شبکه ترکیه هستش. ایشته بنیم استیلیم هم یه برنامه استایل هست که توی شو تیوی ترکیه برگزار میشه و نادیا جزو شرکت کننده هایی بود که اونجا ایرانی بود و سعی کرد کالچر و فرهنگ ایران رو خیلی خوشگل اونجا نشون بده و خیلی زحمت کشید برای برنامه. من ازش خواهش کردم که توی استایل ها هم با هم دیگه به من کمک بکنه و بعد بتونیم با هم دیگه یه سری تولید محتوا داشته باشیم و ما همکاری کنیم. امروز دارم میرم پیش نادیا، میخوام براتون ویدیو بگیرم از استایلا و کاری که قرار با هم دیگه انجام بدیم و اینکه بریم در ادامه من حاضر بشم، سریع بزنیم بیرون. حالا براتون ویدیو میگیرم از همه چی. فعلا همینجور دارم آماده میشم، فقط تون کولمو حاضر کنم، دوربین و وسایل رو بردارم بذارم توش. میکروفون رو لازم دارم. نه این قاب دوربین باش اینجا. لیا مامان تو رو نمیتونم ببرم قربون قیافت، اینو نگاش کنین تو رو خدا. آفر مامانی تو رو نمیتونم ببرم. رفته دم در واسطه ببینه که من میتونم ببرمش. یعنی اومدم ولاگ بگیرم برای یوتیوبم و بیام از خونه بیرون. وضعیت هوا رو نگاه کن تو رو خدا، طوفان شد طوفان. من میتونم بس چه طرف یه استایل جنگی زدم. می‌خواستم تاکسی بگیرم تا اونجا، بعد نگاه کردم دیدم با تاکسی راه بادو ببین، دیدم با تاکسی 1.5 ساعت راهه. گفتم حداقل با مترو تا یه جایی برم از روی پل رد بشم بعدش تاکسی بگیرم، چون همیشه این روزها مثلا رو تعطیل روی پل استانبول یه ترافیکیه که تکون نمیخوره. بعد قیمت تاکسی فکر می‌کنین چقدر شد تا اونجا؟ 2600 لیره. با پول ایران دوبلش کن دیگه، یعنی خیلی ما اصلا باحالیم. اصلا فعلا وقت ندارم باحال باشم زیاد و عادی ترین حالت ممکن فقط میخوام برسونم خودم رو به جایی که باید برسم. رسیدم به مترو. چی بره تا اونجا برم با نادیا کارا رو انجام بدیم، بعدش بیام کالیپوی برخی تتو دارم، میخوام تتو بزنم. نادیا قبل مسابقه خیلی ایده خوبی نیست تتو زدن، راستم میگه. بزنیم برم سر متروشم. بچه اینا نگهبانای ترکیه هن. با اجازه میخوای سوار مترو بشی بعد اول از اینا رد بشی. ولی داشتم به این فکر میکردم که چقدر سخته واقعا بینش برم. نگاه چجوری کار بوده. آخه خر دستاتو چرا اینجوری گذاشتی تو؟
قابل دستت بشم. این گربه های متروهای استانبول واقعا بی‌نظیره. یه موضوعی که خیلی بر بانمک بود این مدتی که درگیر لباس های کانسپت بودم این بود که احساس می‌کردم تو بازی هم مثلا بچه بودیم بازی باربی بود که لباس تنشون می‌کردیم، حالا چه تو کامپیوتر مثلا بازی می‌کردم یا چه تو دنیای واقعی اصلا باربی بازی می‌کردم، مثلا با دوستم باربیامون رو می‌خواستیم ببریم مثلا پارتی یا کافه یا رستوران فلان، لباس تنشون می‌کرد. دقیقاً احساس می‌کنم خودم تو همون بازی‌ام و خودم باربی‌ام و خودم با دوستام درگیر لباسیم و لباس می‌دوزیم، لباس تنمون می‌کنیم. خیلی خوشم میاد واقعاً این داستان. خیلی تجربه شیرین و جالبیه برام. خلاص همین می‌خواستم همین رو بگم فعلا. اینم بگم من باربی میتونم باشم، نادیا 100% براتسه، خود شبیه براتسه. رسیدم به محله نادیا و چون ترافیک شدیده اینجا تاکسی منو نیاورد، گفت نمیبرمت پیاده برو. پشمام میریزه از تاکسی سمت اروپایی واقعا اسکولا. و اینجا خونه دوست دیگه من از این محله رو میشناسم. حالا میخوام برم یه جا پیدا کنم یه کافی چیزی بگیرم براش با هم دیگه بزنیم قبل داستان، ولی نمیدونم اینجا از این محله‌ایه که فکر نکنم استارباکس داشته باشه ولی علی کافه داره. کایتانه بچه استانبول میشناسم. من خودم اصلا نمیدونم سمت اروپایی چی بشه، من میام اینور گم میشم. به تاکسی میگفتم آقا تو رو خدا من اینجا پیاده نگاه، من نه اینترنت دارم، گوشیمم رجیسترش تموم شده، من هیچی ندارم، ولی من اینجا ول کنی من گم میشم. گفت خواهرم برو به من ربطی نداره. تاکسیشون خیلی وحشیان. حالا اشکال نداره، من دارم همینجوری از روی لوکیشن که قبلا زدم میرم آسته آسته ریزه و دیگه جونم براتون بگه که برسم. این شارژ دیجی های هم داره تمام میشه، میخوام یه ویدیو اونجا بگیرم نگه دارم براتون. شما اصلا نت ندارم، ظاهرا همینجاست. همونجور که گفتم امروز اومدم پیش نادیا، تعریفش هم قبلا کردم براتون. برات زمانت را بشناس. یکی از شرکت کننده های خیلی خفن برنامه اشتباهی استیلینگ من که با هم سری استایلا رو ببینیم، هماهنگ کنیم، چی از توش در میاد، مچ کنیم، ست کنیم، کلاه بزن سر نظرشون میده و قراره که خیلی درست بازشن. آره راهنمایی میکنه توی این مسیر. مامی نظرت چیه؟ من احساس کنم دامنه نشد. دامنه اصلا حس سلطنتی نمیده. روی همون طلاییه با اینا خیلی اوکی هم. پایینش هم دارم فکر می‌کنم چه دامنی باشه، سفید باشه. تو میگی من با دامن سفید اینو روش کرده بودم. من خیلی اکسسوری داشتم. من کانسپتم الان گرفته از چیز بود، کلوپاترا بود مال من. اینجا ما استفاده نکردم. هر اکسسوری که بتونه این مثلا حدس بزنید من کیم خیلی خفه. ولی من پوشیدم آخه. ولی کاش بپوشی چی میشه؟ اون یکی که اصلا شبیه سر من نیست. اصلا من اونو سه تاشو هم جدا پوشیدم. هر کدومو جدا پوشیدم. یعنی اونایی که با دامن زدم اونو با روش پالتو پوشیدم. یه دونه استایل کردم میتونیم ریسک کنیم که مثلا فهمیدی؟ این اصلا اون پایینو نمیدونم. این باشه اوکی واسه همون عکس اون استایلی که گفتم داور رو حدس بزن. کی فهمید بهت؟ نه داخل ایمار میریزم تو ماسکو. اینم شده. اینم یه حالی شده. یه حالی شد. یه قشنگتر ماسکی شده انگار. ولی یه چیز ناقصه باز. خب هنوز خیلی چیزا ناقصه. خیلی چیزا نتوش. خوب شد. خیلی خوب شد. خیلی خوب شد و اصلا من نشد
شدی الان شده یکی دیگه الان خودم فقط این چی عاشق پیرنت میشم خیلی چون از چیزای اینجوری خوششون میاد که تکون میخوره خب من میدونم آره صدا عاشق اینو مطمئن نیستم ولی خیلی خوشم منم خوشم اومده فقط اینجوری گاگی شدم سمایی مثلا خیلی شیک شد خیلی خوب شد به خود چیزاییه که من دوست دارم خیلی خوشگل شد وای عاشقتم نادیا تو واقعا خوش سلیقه ترین دختری هستی که من دیدم واقعا با اختلاف ببین یه دونه دیگه هم یه نظر بور شدم دیدم آره خیلی اوکی خیلی خوشگل اصلا ببین این ده بهت نده میشه این واسه فردا قرمز میشه واسه فردا قرمز هم بد نمیشه آره دیگه واسه خواهی واسه روز اول اینو بپوشی دقیقا وای یعنی یه جوری توقعاتشون هم قشنگ شدی قربونت برم خب در بیار ببین نادیا داره چیکار میکنه با من نمیدی واقعا بعد از اینکه رفتم و استایل عجیبم انتخاب کردم حدس بزنین کجا اومدم تتو بزنم کی باورش میشه تتومو بزنیم همینو بزنم جای یه سری زخم دارم اینجا رو به جاش گل در اومده و جوونه زده نشون از برد نشونه وقتی که از توی زخمات رشد میکنیم دقیقا روز قبل برنامه به نظرم جایی که قراره رشد بزرگ بعدش برام اتفاق بیفته اسکارو Oturdıktan sonra yine anlıyorsun tamam yani bu tamam artık. Geri dönmez yani. Aynen. که وقتی اینجا میشینی توی این نقطه دیگه یعنی تموم شد اون کار داری انجامش میدی و من خیلی هیجان دارم باورم نمیشه çok yaşa aslında çok yaşa da değil iyi yaşa bence var mı kinki sesin çıksa gideceğiz ya hayatta bak değil mi? بچه آگه نره خیلی اتفاقی من میتونم داشته باشم آگه خیلی اتفاقی اومده تتو بزنه برای تتو خیلی خوشگل خواهش میکنم این زیر بهش انرژی بدیم من کار خیلی عجیب میکنم که خیلی وقت تو زندگیم نکردم و خیلی هوایی روز قبل برنامه اومدم تتو بزنم که فکرشو میکرد بونه سلام ماما سلام برو ببینم بچه ها رو ببریم بیرون پیشی کجاست؟ آقا شما یه لحظه نگاه کن به نظر من که خیلی قشنگه چه حسی بهتون فقط چی؟ خیلی خوشگله فقط چی؟ فقط همین که با این بزنندش دیگه aynen beni götür Serkancığım ne kadar bu? fiyat olarak Türkiye mi? Kendi oradan sipariş verdim. İran'da daha ucuz değil mi? İran daha ucuz. Niye ama? Acelem vardı aldım. Hiç Keşke. beklemedim. Onu nasıl görüyorsun? Bak, Bayağı sanki 15 dışarı bin falan. çekiyormuş gibi. Ne çekiyorsun? aynen 30-31 falan. Oha. Ama aşkım işletmen gerekiyor. Neyi işleteceğim? Yok ya biz getirseydik ama. Ne yapacaksın? Ben şu an PlayStation mesela baktım olsa yurt dışından alırım. Ben de. İşletmen gerekmiyor mu? Laptopu yurt dışından alırım hiç. Ben ne olacak yani? sadece Ben bilmiyorum ama babam söyledi ben de یه دقیقه رفتم بیرون فقط برای خودم خرید کنم این چیزهایی بود که دوست دخترم سفارش داد Ben bir su sipariş verdim ya. Ben de Türkçe konuşuyorum. دیگه من فقط یه دونه آب سفارش دادم ولی خب من وظیفه شخصی دونستم که Belli ki you're the best boyfriend in the world. درد داری بابا نه işte. خیلی خوبه. Love you. Nice. Tatlı. Şarkıyla falan güzel. Evet. Tam finisher. Aynen. تتوامو زدم بچه ها.
بهتون نشون بدم. چطوره؟ رو زخمام گلای کوچولو جوونه زده، مثل زندگی همینه. از توی زخمات جوونه میزنی. کسی توی مایا خودتون برش معنی پیدا کنید. خیلی روز سختی بود، واقعا خسته شدم. اون از داستان لباس برای برنامه و بعدش هم بودو بیا برسون پایین تتو و 1000 تا داستان، ولی بالاخره امشبمونم تموم شد و فردا برنامه‌های خفن‌تری براتون دارم. فعلا بای بای.